سلام عرض کردیم. موشکاف مثل همیشه سر حال و قبراق و سردماغ در خدمتگزاری حاضره. آقا سیدعلی یعنی همون دجال عظما، یعنی همون نائب برحق ابوسفیان، شب عید مبعث هلک و هلک اومد تو سرسرای بیتش تا وسط دعواهای باندی و مصیبتهای داخلی یه دهنم واسه مصائب منطقه‌ای نظام روزه بخونه. گاهی دیده شده است که مجموعه ای از ما مسلمان ها با دشمنان خودمان همدست شدیم برای زدن دوستان خود، برای زدن برادران خود. خب این به ما لطمه میزنه، این امت اسلامی رو دچار آشفتگی میکنه، دچار ضعف میکنه. این ناشی از نداشتن بصیرت است. الان این بسیجی های دل و دماغ سوخته میگن ما فکر میکردیم آشفتگی و ضعف و لطمه و این صحبت ها مال درون نظامه. نگو نظام مقنپس اسلامی خامنه‌ای با عمت همیشه در صحنش تو منطقه‌ام به ریب زدن افتاده. امروز شما نگاه کنید، به نام اسلام در یک نقطه‌ای با انسانهای بیگناه رفتار ظالمانه میکنن، در یک نقطه‌ای به خاطر اسلام مسلمانان را قتل عام میکنن. در آفریقا در یک مرکزی، در یک کشوری، کسی به خاطر مسلمان بودن مورد قتل و تجاوز و ظلم قرار میگیرد. در نقطه دیگری کسانی به نام اسلام دخترهای مردم رو می‌دزدند و فرار میکنند. این به خاطر این است که پیام اسلام برای مسلمانان جا نیفتاده است. چی؟ پیامتون جا نیفتاده؟ بابا تو دیگه تو نمک بهرومی سخت ترکوندی سیدعلی. بعد از 35 سال ترور و ترکوندن تو این کشور و اون کشور و بمب کنار جاده‌ای و اون همه عربده های قدس امامت، تازه میگی جا نیفتاده؟ پس ام القراضی جهان اسلام چی شد؟ مگه اسم خودتو نذاشتی ولی امر مسلمین جهان؟ هرچی قتل و کشتار است دستپخت خودته، بعد اومدی مثل منگولا میگی جا نیفتاده؟ دیگه سوالی نداری؟ هدف آمریکا و جبهه غربی ها از ایران هراسی و شیعه هراسی چیست؟ چرا این رو فکر نمی کنن؟ آها گرفتم. یعنی منظور اینه که کم دنیا رو ترسوندید ها؟ منظور اینه که باید بیشتر بترکونید ها؟ لابد میخوای دوباره یه گوشکوبی مثل اون یارو بزبز قندی رو بفرستی وسط تا عربده کشی راه بندازه. آره امروز باید نیروها آماده بشن، برن به شمال آفریقا، برن به شرق آسیا، برن به قلب اروپا. باید آماده عملیات‌های جهانی باشیم. ما که دیگه پیر شدیم، نسل بعدی باید طوری تربیت بشن، آماده باشن که از این به بعد تو 3-4 دهه آینده باید آماده باشیم، برن به کمک برادران مسلمانشون در شمال آفریقا، در جنوب آفریقا، در شرق آسیا، در آسیای میانه، در قلب اروپا مسلمین رو آزاد کنن. دیگه بین المللی شد، تمام شد. انقلاب صادر شد، میگفتیم انقلاب صادر میشه، صادر شد رفت. این آرزوها رو امامت هم داشت، اما پیچید لای کفن پارش با خودش برد تو گور. امام که خیلی قوی تر از این حرف ها میگفتن. من یه مطالبی دارم که میترسم بگم برای اینکه درد سر داره. امام فقط به ایران فکر نمی‌کردن. میشه ذره بیشتر؟ خیلی قوی تر فکر می‌کردن. حالا جانشین پاره پوره امامتو سی کن، تو این اوضاع و احوال حتی حال قوی تر فکر کردن رو هم نداره.
چه برسه به قوی تر عمل کردن. باید از اختلافات جزئی، اختلافات سلیقه‌ای، اختلافات عقیدتی عبور کرد، امت واحده تشکیل داد. چرا عده‌ای نمیفهمند؟ چرا عده‌ای این حقایق روشن رو درک نمی کنند؟ مشکل تو درک و فهم نیست علی گدا، مشکل تو زهریه که داره تو رگ و پی تو جولون میده. مشکل تو زانوهای خونی توه بابا بدبخت. الان توله های دلواپس باند خودت هم حرف تو رو نمیخونن، بعد انتظار داری کشورهای مسلمون واسه تره خورد کنن. تموم شد اون هلال شیعی و اون داستانا. دیگه بابا اون ممه رو لولو برد. موشکار